ببین بچه‌ها ما اومدیم اینجا که از در بچه ها اینجا بریم این تیرسه که گریه کردی؟ میبینید از اینجا بابا وایس دارن بچه ها میگه از اینجا میخوایم بریم بچه‌ها؟ اینجا آخه ما از برای این- بزرگسالان چیز میکنیم، تولید محتوا میکنیم، تو برای بچه ها. ببین دهن منو وا نکنم، دهن من باشه یه آق چی بود؟ آق دلوچی ازت میسازم که نگو. آق دلوچی ببین بچه اومدیم اینجا که از اینجا وارد اینجا شیم و اینجا زامبی بکشیم و از اینجا بیایم بریم تو و یاسین میخواد همه رو بکشه و این اشتباه اومد. حالا آره اینجا که یه دونه سولست میپریم روش، بعد زامبی میاد، بعد زامبی خونی میاد، خونی ها رو کی میزنه؟ ولش کن بریم. خب آقا وایسا یاسین جان، یاسین میریم اون تو. خب یه دونه جا هستش باز امیر بز در رو باز گذاشت. خب جا نداری تو لباس مباسات این کیفر بچگونی اون تو؟ نو کیفه خیلی بزرگی بینو بکن. پس بکنین تو برم. بابا من جا دارم بدش من. امیر کرد تو خودش. امیر جا داره، امیر جادار. بابا بیا باره بابا صندوق داره بریم بس میریم تو. این دروازه تویی جلوش یه دونه چیز هستش. سوله ندوین الان، ندوین استامین چی خالی میشه و اون خالی میشه. آره تا لبش بد بود توی این چیه آبیه چی حاجی؟ بیا امیر بیا، وقت نداری. یه چی روسی پیدا کردم. پیشینگه. اه این یارو اینجایی که اوه علی اکبر. بیا عقب. یاسین بیا عقب. الان اسپام میشن. این یارو داره میزنه. حاجی چاقو افتاده. الو دو تا علی اکبر. البته بریم. این داره اینجا میزنه، ما نباید بیایم مزاحمشیم. چرا مزاحم میشیم؟ میخوایم لوت کنیم. خب یه دونه تیرسه دیگه بچه‌ها کنکل شد، میخوام بریم یه تیرسه دیگه. خب یه دونه تیرسه دیگه پیدا کن آقای میلاد، بریم اونجا. مپ داری دیگه. من بشینم. آقا بشینی. رمز و فراموش. بیا این 1325 این ماشین. من 57 دوست. 1325 57 دوست. خدایا من دارم با 2 بچه سال پلی میدم، من چیکارشونم؟ وات؟ ها میلاد گاز میده. چی گفتی میلاد؟ میلاد گاز بده. مزخرف زیاد میگه. میلاد گاز بده. امشب پاسکش شد از فاطی میافته بیرون. واه البته حاجی اون چیه رو بلو خدا؟ این بیسه؟ بیس وی آی پی. گفتم کی میتونه بسازه تو این سرور کی پول میده پای بیس وی آی پی؟ خیلی سوال شده. میخرم، خیلی هم میخرم. پول دارن داداش. وایفاش طولانیه. نه پول دار یه رو اینا کن سرور چجوری در میارن بعد ابدیه. ایرانی ها نگاه کن داداش. آجی تو این سرور گیر نکنی، ماشین رو تو این صحنه نیارید. چیز داریم جک مک داریم. داداش تو خودت جکی میلاد، تو خودت ما میذاریم زیرش میکشیم بیرون. جک هم دارن. بیا به جک دهنش بیا. گرفت ولی بچه‌ها این میلادی که میبینید حالا از خودمونه، یاسین هم که میبینید این از امیری که میبینید این کسی که مگسانند به دور این کسی که جفت من نشسته که نمیدونم کیه ولی غیبه، هنوز نیومده بشینه و نمیدونم. آها ادمین نشسته جفت. بذار من تست کنم هیچکی جفت. میلاد من شلوارم خرابه یا دستم شلوار خراب کردی؟ بابا میگم شلوارم همونجا که جیغ زدی همونجا اتفاق افتاد نه؟ شلوارش خرابه بابا دمیج. ای خدا یه غلط املای ویوز از من بگیرم. بیا ساعت خلبانی راننده. ساعت خلبانی ساعت خلبانی راننده. ساعت ملوانی راننده. واسه تفریح میگم و واسه تنوع خودت میگم. تنوع میشد واسه. رادیو نداری ماشین؟ چرا داره؟ اون دکمه‌شو اگه یاد بگیره بعد بزنه ضبط رو روشن کنه آهنگ روسی بخونه حال میده ولی نمیکنه. همه دکمه رو تست کن مولی. نوار کاست میخواین؟ خب روشه دارم یه دونه. تو اون یکی ماشین هست البته روی نیست. روشن میشه یاسین؟ نمیدونم.
من تازه اومدم از ما میپرسی. تو سرور دیز پلی امیره دیگه یاسین، به خود به دل نگیر، مغز نداره بچه. مثلا سرور سیستمشون فرق میکنه، مثلا یه سرور یک کلیدی میذاره یک کلید دیگه میذاره، مثلا فرق میکنه. بچه ها فهمیدم کجاست. اینجا یکم بدقلقه. یا هیچ وایسی یعنی ما الان کجاییم؟ ماشین رو سعی میکنم چیه؟ ببرم نزدیک، اگر نتونستیم بپریم بالا ماشین گردیم. آقا یه دونه چیز داره دیگه، برجک، ما وارد برجک بشیم. بیادش چی؟ آره یاسین جان، گان اصلیت رو بکش. امیر گوسفند در رو ببند. بابا بیا ایش ببند دیگه، هر بار من باید الله فایسم یادم میره خب. این نرو، یادم میره که این در تو چی باز الان این می‌کنی؟ تیر میزنه همشون میان. این آقا نرو. راستین تیر نزنی، مراقب باش. اول با احتیاط کامل یه جا پیدا کن که بپریم بالاش. ناموسن لول تیر 3 خیلی خرکی تر از اونجاست که همینجور داره میره. خب، مونگول اینجا جایی نداره بپری بالا، شاید دیوار باشه. من مارک کردم سمت ماشینو. اینجا حسین چیز زده بود، خونه ما داشتیم تو سانشت. آقا من استامینام ته کشید، وایسین. یه دفعه تو صورت اسپان میشن یاسین، بپا. وایسا خیلی رفتی جور. اسپان شدن بیا عقب. بذار بهتون بگم کجا بریم. بیا جلو. اینجا بیا به اینجا، این برجه رو میتونیم بریم بالا. بیا نگاه کن. ببین یه جا باشه که اونا نیان بالا. راپل هست، میتونیم بالا وایسیم بزنیمش. امیر بالا، این بالا میتونیم کجا بریم. بریم؟ یه لحظه وایسید عقب، من برم یه چک کنم. اوه زامبی چیز داره آجی، لاستافاس فکر کنم. آره یا رزیدنت ایول اینا. کلیکره. با همون گانی که اون یارو به داد، با 10-12 تا تیر میکنم بمیره. 10 تاش. میگم لاستافاس تو پلی دادی یاسین؟ نه من یکشو پلی دادم، خیلی حال کرد. فیلمشو فقط پس اولش دیدم. فصل 2 شو ندید. نه آجی بازیگر الی خیلی تخمه تو فیلمش. آها اونجا که توپل شد. بچه نیایدا من دارم آروم میرم یه جوری که اینا نبینم منو، ببینم جا داره بریم یا نه. اوه شما رو دیدن یا منو؟ بودو بالا. ریدی امیر. تو رفتی جلو. چرا رو تو عجب کرده هست؟ نمیدونم، مولی بزن. امیر از همونجا کجا داری میری؟ بالا. بالا داری میری برای چی؟ شما بالا این دیگه. برو بالا نیستم. بیام من. آره تو هم وایس داره، بذار اینو برم بالا پیش امیر. یعنی چی؟ اوه اون بالا جا تو بگیر امیر، برو بالا همونجا که هستی. آها من از اینجا میزنم. من ببینم کجا میتونم جور کنم. وای. خب اینا دیگه اومد سمت. کمکت بدم مولی. نخوره بهت. بابا نمیره این دهن سرویس، برو گم شو. خب الان بزنمش یا نه؟ بزن تو پاش. یه قرمز. حاجی بزن اینم بزن مولی. نیفتی. برو بدی. همه رو کشوندید سمت خودتون. بیام از پایین. حاجی این گونده قرمز اومد سمت. من مرد. میلاد مرد. وای ببین قرمز من من گفتم نیا. بابا اصلا اومدم سمت تو. بابا نباید بیای دیگه. من دارم یه جوری میرم، من قلق اینا رو بلدم، یه جوری میرم یه اینا نبینم. من قشنگ رفت بالا قلب اینا من ندیدم. من برم اونجا ببینم کجا رو پیدا میکنم برای اینکه بتونم. حاجی این بالا قلعه اصلا نمیان دیوونه. نگاه کن چقدر زامبی جمع کردیم اینجا حاجی. الان میزنمشون بابا. خب ببین قرمز مرد دیگه، خونت کم نمیشه. خب اون چه الان گنده میزنه با هم بالا پارت. 2 تا گنده اینجاست حاجی. همشون هم زیر پلن، هیچ کدوم بالا نمیره. حاجی این دیوونه اومدیم بالا. یه دفعه وای میستادی من جا رو پیدا میکردم. قشنگ یه رو سیف میرفتیم میرفتیم اون بالا سری راحت می‌شدیم. وای درم دمیج. من این زامبی گنده نمیدونم چیکار کنم حاجی. هیچ کاری نکن. هیچ کاری الان بخوای اضافه شی به امیر دهن سرویس خوابیدم رو زمین. ببین سمت نگاه میکنم. اینور
یه دونه سوله داره ها، اگه میتونی بس بریم روش بپریم. اما من داشتم میگشتم ببینم کجا میتونیم بریم بپریم روش. نذاشتی بعد که. بیا دیگه. فرصت به من ندادی. بذار این کلیکه دار بزنم. حاجی کاش که اون رفت یاسین. خب بپر رو این ورش یاسین. وات فعلا حرکت ناگهانی نکن یاسین، یه دفعه گیر میافتی. حالا ببین من اینجا من رو زن خودم وسط جنگل خوابیدم. بابا یاسین غذا رفت پر جلو کنه. افتاد دنبالمون یارو. والا افتاد دنبال تو. اگرو شد پشت افتاده دیوار. بود دنبال تو. من تو بابا رو من داشت دنبال ایستاده میکرد. بودم اون پشت که تو نگات میکردم. بعد یاسین رفت جلو افتاد دنبالمون، بعد یهو اومد رو من. حالا خوب قشنگ گفتم بچه ها نیا این جلو، نیا این جلو. یه دفعه دیدم یه 5 ثانیه نکشید امیر دوید. 5 ثانیه نکشید دهن سرویس گنده رو بزنه. حاجی اینا کجا رفتن؟ نگو دیسپان شدن. من اومدم تو جنگل هاجی، من اینا رو دارم اونور میبینم. همونجا باشه، تیر همون زدن اطراف دارم. باش که این قوله که یکیه میگی دوتاست. پشم همه رفتن جنگل هاجی. نه الان میام. اومدم. میلاد جان اون بالای این جایی که تو ایستاده بودی جا هست من برم بالاش؟ نه داداش اونجا بری مردی. نه اون جایی که تو ایستاده بودی بالای ستونه. نمیتونی بری اونجا. امتحان مطمئن. کردم اومدم بپرم برم که ماشاءالله وقت ندی، من فرصت نکردم اگه میخوای امتحان تست کنم همه تست ارتفاعهاشو. کنم. نه الان تست نکن داداش. اصلا هیچکی الان که همه نمی‌ذاره. زامبیا اگروهن تست نکن. اینو با ماشین داری میای؟ یه یادم پیاده. دارم میام 3 کیلومتر. آقا میخوای میخوام با ماشین بیام. نه بابا ماشین داره. حالا تو میخوای برو دنبال. مسیرت بده بخوای بیای. کارتریدر واسه اون موتور رو برد از بیا. کارتریدر میتونم وای مثلا وای موتور رو بگیرم با موتور بچه‌ها بیام. میخوام برم آره. بپرم. وای نمیشه پری. برو بالا. سمت من نگیر امیر، این زامبیا رو اگرو کنی. خب بپر رو ماشین بزنشون دنیا منگی. نه البته ماشین سرازیری ممکنه باکش بپر رو. ببین امیر الان ذلیل شه داریم. تقصیر یاسینه که اومدن رو من. تقصیر یاسینه که اومدن رو. یاسین که عالیه. رفت من انرژی گرفتم برم. اوه الان میدونمشون بابا اینا چی نیست. یاسین خب اگه این مرد. دیدی یه مارک بنفش دیگه هستش سمت چیده ماشین تو همون مسیره. خوب داشتم من. برو اونجا در رو. در چی بره زدمشون همه رو. همه رو زدی؟ همه نه مونده خیلی. حالا ولی زدم خیلی. زدم مونده. همه رو زدی؟ همونده خیلی. بابا خب بسته دیگه. من تو جنگل کنار ما که چی دارم ماشین. دفعه بعدی پول جمع کنی دفعه مغز بعدی بریم چی؟ بخریم. بابا بذار این کلیکه رو بکشم. بچه قوله رو دیگه با ستایی بزنیم. من این ریز پیزاشون رو جمع کنم. اینو چه جذابی می‌کنه. میلاد که اصلا عقل نداشت رفت همونجا ایستاد. خب آقا اینم کشتم. یه دونه کلیکرم بکشیم. امیر کاش به جای تو یه دونه بز شیره داشت. آها ببین دهن منو وا نکنه. دهن من واشه ها. شیرشو تو بلک تریدر میفروختم پولدار میشدم. خب ببین من ولی تو فقط شیر- ضرری. من شیر چیز دارم. میخوای کی؟ شیر کی؟ یاسین ببین وای این غوله رو نگاه کن داره به سمت من. وایسا دوید برو برو بالا ماشین، برو بهتر بالا ماشین. وایسا منم بهش بیاد این ور. ببین یاسین رو نزنی. یاسین بالا سمت چپت بپر رو اون قلعه. برو نه از بالاش بپر دنیا منگی. از بالاش بپر. پریدی بنازم شاگرد خودم. نه با اون یکی. قوله رو باک کرد تو دیوار. حال کردی؟ دنیا منگی. بذار من کلیکه رو بکشم. بابا اسکوپ ندارم چطور من دقت کنم. بچه من باید جواب تو بود.
بله اون من دیگه موتور تو مشکل برداشتم من آقا نیست. رفتم بیرون پاک مشکل کردم من جمعشون. خب آقا اینم قوله کشتم. مرد. قوله که حالا باگه، اون بقیهشون پیش مثل خیار میفروشم همین وای نیفتم پایین. تمام شد. بیا مبارک اینجا خیلیا. بیا اینجا کلیکر میلیکر از مثل اسکلت هم بادی تو باشه. اسکلتش من هست. ببین با چاقو لوتشون نکنی ها. حاجی این یاسین رفته اونجا هی میگو اکبر نمکی علی اکبر. علی اکبر، بعد اونم هی میگو what یاسین هم سم خوبی ازش در میاد تو ویدیو. یاسین جان اومدی فقط اون او اسپان شدن. نه اینا راحت میبینن اسکلتی ها. خب اونجا جایگاهتون رو بگیرید، جایگاه ها رو پیدا کنیم که دیگه همونجا. بابا من خیلی ها رو کشتم، خیلی اوه اینا رو چی بزنید با چاقو. داداش با اون یکی گان بزنید گند سیاه ها رو. کمکه از این بالا اسکوپ ندارم میگن نمیزدنش. آره فقط قولشون بدی. بعد ببین بیا سمت من بالا برج کاریت ندارم. بابا کیر. اسپانش خود خیلی بد میری. نمیری مردم. بیهوش شدی؟ آنکان شده. نه داره میدوه. خود بالا فقط یه جایی. استامینا. همونجا بالا بود نمیدونم بعد دوید نمیدونم چرا. اینجا کلیکر هستم اونجا. کلیکر جلوته ها. بذار بزنم ببین کم مونده با کلن چند تا تیر میمیره. بیا سمتم. بیا کلن بیا بالا برج هیچ کاری نداره. بیا بالا ول کن اون قوله نمیمیره. بودو یاسین برو اون خیلی بد. وای، اون رفت. بد جایی رفت یاسین. یه سمت من. یاسین هم شهید شد. واو. با شکست. نه اوکی. آنکان شدم. تو چرا نیومدی بالا دهنت سرویس؟ فرار مرغی به سمت بالا. امیر من دارم میام سمت. بیا بابا. کم امیر بوده من خشم. دریا. او کلیکر. این ببین کلیکراش این چی سگ دمیجن. بعد چی نداری؟ داداش من اون پایین بردم چجوری چیزی داشته باشم خب. خب میخوای گانمو بهت بدم بزنی؟ نه بزن. این اسکلت زامبیش پایین تو بزن. فردا اسپون میشن. خب، بزن من اینو لوت کنم اینم چیز داره. بیا نداره؟ اینجا ایکی اون تایمی که اونجا الاف بودی داشتی همین اینو لوت میکردی؟ نه بابا چی؟ میکنم زامبی بارو کردم چی میگه؟ وای اینا بزن. ببین یاسین تکون کسی نخور. بالا سرت نیست. برو زیر پله گوشه کنج بخواب. یکی از پشت بکنه اگرو شد زود. بیا کلیکرها رو من زدم. میگم یا آقای میلاد تو بیا تیر و خشاب بگیر. برو یاسین رو کمک کن. امیر برو سریع برو پایین یاسین رو کمک کن. دهن سرویس من خشابم خالیه. برو پایین باز تیر داری. تو بری پایین منم میتونم برم آیتمامو بردارم. من دارم باشه. همه چی میزنمشون. برو پایین یاسین سریع. اون گوشه مگه نیست الان؟ بود امیر حرف گوش میدی؟ خب دارم فکر نکن میکنم. الان. برو فقط تا الان. خشاب میلاد مهلت بده فقط من تیرام تمام. بزنید فامیلا تو چی شدی؟ دارم به اوکی میکنم وایسا. حال کردی چطور زدم یاسین؟ شلوارم رو عوض کنم من یه لحظه سریع. آقا اگه شلوارم تموم همه شد چی که من همه شلوارم. رو سریع لوت کنیم بعد جاگیر شیم. نظرتونه؟
یاسینو داره میزنه. نه یاسین جای خوبی خوابیده. خب بریم روش به کار نزنم دیگه. آقا صبر کنید خودم لوتشون میکنم. آقا من سریع مرسی. اینا رو پاره پورو کنم. الان باید سریع کلا شد اما چی؟ رون شدی. کل جونم رون شد. واسه خود شکسته آجی. بذار برم سریع برات چیز کنم اوکی کنم برات. سالیم بگ دو نه سالیم بگ چی واسه پا نیست. اسمش چی بود اون که نوشته باش خوب؟ اسپلینت. اسپلینت بگ. نه اسپلینت خالی. اسپلینت بگ. آقا نه اسپلینت بگ. دوست باش. می‌ذاری؟ آقا پوست نکنی یاسین. میشی قربونت. ماشین رفت اینجا گیر کرد. خوبه گیر کرد به درخت. من میتونم این قلعه‌ای که اینجا اومدیم و چند پارت بذارم مولی میدونستی؟ نه نظرته؟ ها؟ بذار من فعلا اینجا رو مارک کنم. شدم 93% به زور. خوبه. من همه مارکامون رو دارم حذف میکنم. همین مارکامون خیلی شد. وای اگرو شد روم. اومد اسمان شدن. آره. نه این بذار یه کم این دیگه مونده. من دارم بالا میام حاجی همه اومدن ها. دارم میام بالا. برو بالا تر. برو بالا برو. هم نمیان دیگه اسکولن ولی. بیا بالا بپر. هنو کیف تومه ها. اینجا هم کلی زامبی کلیکره. اصلا تیر نزن تا من اینا رو پوست بکنم. فقط کاورم بده اگه اومدن دور نگهشون دار بخوام. بزن با این نه. اینو بزن با یه تیر نمیده. ریختن میزنم بشین. خشاب بزن. یه چیزی ما یه دونه جعبه بیاریم اینجا بذاریم که نتونن رد چن. نظرته؟ نمیتونی آبجکت حق نداری استفاده کنی. این از کجا فهمیدی؟ ماشینم به همون دلیلی که آبجکت حق نداری استفاده کنی ممنوعه. حاجی اینجا پول میزنیم به جیب. رو برجکش وایسی خیلی راحته. اگه ستایی با اون گان خرکیامون کیواری و اینا. میگم آقای یاسین همچین موقعی که چسبیدن به بخواب که من بزنمشون راحت. بعد این کسایی هستن که کلشون بازه 4 لایه 4 تا. اینا با دو تا کلشون بازه. اینجکتورم هم داره تموم میشه متاسفانه. تموم شده. یه بالا گانتو گانتو در سرش بیار نداشت. یاسین. برم کاورش. باید بی من بریم. من حرفه‌ای نیومدن تو. برو بالا اومدن. آقایون هر کدومتون یه طرف. یاسین که بهش نمیچسبه چون گانش تیراش خواهی یه طرف. اومدن؟ قرمز بزن یه قرمز دیگه اومد. بزن قرمز. یاسی بد بالا. جایی وایسادی یاسی. وای افتادم. یاسی بد جایی. برو بالا بپر بالا یاسی بپر بالا. مثل ما بپر بالا. یاسی مثل ما بپر بالا. ببین نرو عقب. نیفتی. وای بندش. اصلا سمت عقب برش. یاسین بعد من گفت حاجی ما خیلی بد جایی وایساده ستامون بودی. وایسیم اینجا راحت میزنیمشون. بندش بزنید به من الان میمیرم. قول نداری مگه بزن دیگه. بده بزن. نداری خودت بندش. زدی؟
بزن یکی بندش نداریم اگه خودت. تمام کرد بیا پارچه اینو دارم بگیر. اینو بردار. آقا خشاباتون رو سریع پر کنید. من خیلی دارم. من الان همه اینا رو میتونم یه دور دیگه هم بزنم. منم دارم. اوی. چی شد؟ گوسفند اگه قرمز. خب شو بیا بالا. بزن میخوام پوست بکنم. بکن تا پوست بکن اومدم بالا من بهت میگم. حاجی 5% دیگه لول 3 میشم. خب این عطا آشغالشون رو پوست بکنم. یاسین خون ریزی نداری؟ داشتم بنداج بانداج زدم. حاجی با بریم خیلی بنداج بخریم. چه باشم خرد از چمنزاری رفیقتون. چیکار کنیم؟ بذار من بگردم اومدم این بالا بذار بگردم ببینم کجا داریم کجا خوب. اینا الان اینجا میزنن اینا میتونن منو بزنن یا نه. هنو علامتی شکستگی پا دارم. با چی که زیاد ندود. ببین تو بیا همین بالا وایسا تکون نخور. کمک میلاد بعد از همینجا کانو بگیر بزنشون. قوله پیش تو میلاد. بچه فقط منو نزنین اصلا حواستون باشه. بعد الان نزنین راحت ترم منو. خشاب خیلی داره. 20 خشاب کیواری پر داره. خوله فکر کنم باید سراغ ما همین. نه. خب برای خشاب قوله کمک لازم دارم بقیه‌شون اصلا هیچ مهم نیست. یه راند کاملشون رو میزنم فقط قوله. خوله کجا رفت؟ نه اومد سمت ما. بالا نمیتونه بیاد. گنده است این گله. نه تکون نخور. تکون قوله نخور. که داره امیر رو پاره میکنه. نه اونو داره پاره میکنه. ببین تکون نخور. حاجی که وای دلم نگاه تو بایسته. حس میکنم یاسین داره زجرکش میشه. تو یه تیر بزنم خلاص شه. خوله کجا من پشت میداد. ها؟ خوله جنوب بایستده. تکون بخوره افتاده پایین. وای سلام میزنم. خوب شد یاد داره من بیام بالا. نه وای دلم گفتم بابا این بالا نمیاد چی بود. سر همین پاره شدم دهنم سرویس. چقدر تیر میخواد بکشش. باید خشاب بکنم. خیلی لگت داره کنم. پشتکم نمیخوره. خب میلاد بزنشون. اینا همه موزن باید یه شلاقی کنم. قوله رو بزنید که پایین. زدم قوله رو. باید من گفتم گفتم خوله کاملش تمام. شلاقیش کن بیا پایین همین سریع. نه لولم 98. حاجی زوده ها میخوای اونا رو همین بزنم. سریع سلاخی الان وقت نداریم به خاطر 20 کی یه ساعت الاف شیم تایممون حد طلا بدیم. انداخت حاجی. آخه ببین اگه خود طلا رو باید خشاباتو پر کن حاجی. امیر تیر من طلا داره رو نمیشه تموم باید میشه و امیر بمونیم دهنتون سرویس ها. دارم میزنم دیگه. تلافی کن سریع. طلا به گاه رفت. چرا؟ رفتی چیزش کردی نتونستم پیشش بعد صد کنم. ماه میسوز. مهم من الان تقریبا شاید به 70 تا تیر چیز دارم کیواری دارم. تموم میشه یعنی من با بای پای بای. شکسته خیلی آروم باید بیام. آقا ببین تو فقط بیا. یاسین تو برو سمت چیز تو برو سمت ماشین. سریع ما رو اینا رو همین سلاخی سلاخی کنم. کن. خب اینجا جلو پامون. نه خب اینم از نمیان الان 5 دقیقه. این امتوی خوبی که داره این زامبیا رو میکشه عقب. آقا سرور کی ریسته بگین. سریع نوشته دقیقه. چیزی نمونده همین الان. خوبه وقت خیلی داریم. فقط تو اونا رو سلاخی کن من جمع میکنم بریم. دارم جا تو فقط بنداز تو این کیفه رو با خودت برش کیفو حالا اوکی میکنی. کیفو ول کن فعلا. جمع کن بریم الان. انقدر نامرتب زدیمشون همین الان ممکنه چند تا دیگه شون اسپام بشن تا اونا رو بزنیم چند تا دیگه اسپام بشه. بیا تو فقط بیا این سری جمع کن. خیلی پول زدیم به جیب بچه‌ها ولی لولمون 3 نیست. نه خیلی نزدیم. خیلی نزدیم الان فوقش مثلا من 5 6 تا کی زدیم. من الان 3 میشم با همین آره پوست بکنم.
کویا یاسین کو افتاد پایین چطور من سوپرمن میرم سمت ماشین. گفتم نه نمیاد یهو رفت تو صورتش خواست بیفته پایین نمیاد برگشتید قوله تو صورتش داره اینجوری وای قوله تو صورتش گفتم بابا این گیج الان پایین گیج میشه یهو اومد رفت تو گیجش رفت تو باسنش دیگه قشنگ شدید لات و لوتای تهران شده تیپم خودفروشی اصلا یهو وایساد من اصلا کاری هم نداشت منم فیلم نه لباس مباسم ببین رو این تو نشه یکم میرفتی اقل همینجور میخوردی کله میلاد میافتاد پایین میافتادی رو من هدشات میشدم یکم دیگه میاد دقیقا میگه ارزه نداری از سلاخی کنی داشت بکن همه رو بکن خندم میاد انتخاب نکن بکن سری همشون اینا همشون چیز میدن کنم لول 3 شدم تنگین نفس گرفتم دهنت سرویس هم 99% ریدم بهش الان تموم میشن آقا کی بیایم دیگه ها دوباره خالی کنیم بریم باز بیایم بریم میفروشیم الان آکی میکنیم ماشین رو هم جور میکنیم ببین اینجا نیایم به نظرم اونور جاش بهتره یه چیزی داشت میرفت اونور بهتره خیلی بهتره ولی اینجا گاز زود اون یارو اونجاست دیگه میریم اونجا اگه یارو نبود همونجا وای میشیم اگه بود که باید بیایم به رگ نیازمندم لباسایی که انداختی زمین میلاد میتونی بیاری رگ برای چیته اسپرین میخوام بزنم دوباره اینجا شکستگی زده نمیدونم زرد دیگه هم میخواد. شکستگی اون آمپولتو بهش بده همون استخونی که شکسته میلاد در رو ماشین کو بذار الان برات یه چی میارم بیا بیلبیلا که بیایم بریم کلیکر نیست خدا اینجا هم اینجا اسکلتی ها رو اگه میخوای چیز کنم ها نمیخواد بریم الان ریسکه بذار بریم حداقل فیکس درست